قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران مجدداً افزایش یافت. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بعد از ظهر روز شنبه با انتشار این موضوع اعلام کرد در معاملات بازار ارز تهران هر دلار با 20 تومان رشد نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته 1275 تومان معامله شد. همزمان به گزارش خبرگزاری مهر بهای هر قطعه سکه طرح قدیم در بازار 625,000 تومان و طرح جدید به 609,000 تومان افزایش یافت. این در حالی است که نرخ دلار مرجع و انواع سکه از سوی بانک مرکزی با کاهش قیمت نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته تعیین شده. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی در سوئد، در زمینه علت افزایش مجدد نرخ ارز و سکه در ایران به صدای آمریکا گفت: و با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی در بخش مسکن متوقف شده عملاً و همزمان ریسک و مخاطره اقتصادی در سرمایه‌گذاری بلند مدت در ایران بسیار زیاده، مردم تلاش میکنن با خرید سکه و ارز ضمن حفظ ارزش پول خودشون یه پولی هم به دست بیارن برای اینکه با تورم مقابله کنند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگوی روز شنبه خود نخست به خبرگزاری ایرنا گفت ارز دو نرخی فسادآور است و سپس به خبرگزاری فارس اعلام کرد تمام مسئولیت سیاست واقعی کردن نرخ ارز را میپذیرد و اگر تنها یک هفته فرصت داشت ارز را تک نرخی میکرد. البته در اختیار بانک مرکزی یا رئیس اون نیست، بلکه بانک مرکزی از جهت اینکه استقلال نداره و نقش بسیار کمی داره در اقتصاد ایران ناتوان است از اینکه کوچکترین مسائل اقتصادی ایران رو بتونه حل کنه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه اعلام کرد تأسیس صرافی تا اطلاع بعدی متوقف شده. به این دلیل که فعالیت ارزی باعث میشه که مشکلات خودشون رو نشون بدن و ناتوانی دولت در عرضه ارز رو در واقع آشکار بکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از کارکنان شعب ارزی بانک‌ها با کشاندن دلالی ارز به درون نظام بانکی روزانه درآمدی بیش از 1,000,000 تومان کسب می‌کنند. اساساً نمیشه گناه ایجاد چنین مشکلاتی رو به گردن این کارمند یا اون کارمند انداخت، بلکه موقعی که زمینه فساد به خاطر ناتوانی سیستم افزایش پیدا میکنه، خب هر کسی از جمله کارمندان هم میتونن استفاده کنند. بنابراین مشکل اساسی اینجا سیستم اقتصادی ایران، نظام بانکی ایرانه که در واقع دارای حفره‌هایی که اجازه این سوء استفاده ها رو میده. خبر آنلاین هفته گذشته سود خرید دلار از بانک و فروش آن در بازار آزاد را بالغ بر 17% عنوان کرد. وفا آذربهاری، صدای آمریکا.